دختر اینجا حیات همین خیلی است. برای همین بچه ها باید که در انتخاب کردن زن خطا نکنند. یک حاکم بچهش زن میگرفتگی میشود، در دوام همین روایت میآید، بعد استادش کتی نصیحت میکنه، میگه استاد جان کدام دختر من انتخاب کنم؟ گفت که پیغمبر نازنین گفتن که علیکم بذات الدین، شما دیندار اختیار کنید، نمازخوان طاعت کننده حجاب کننده را انتخاب کن. وقتی که پادشاه بود میگه یک چند دخترها را انتخاب کنو، لبی دریا رفت. لبی دریا رفت، میگه به هر یک تش یک دانه میگه طلا داد. طلا را داد و گفت که همین طلا در دست من است، وقتی که من کمند میکنم که طلا را پرتاید در بحر میپرتاید. وقتی که همش میکپند و میگه یک دو سه پرتاید طلا را، یک دختر فورا میپرتیش، یا تش یادم استوده میپرتید، یا تش دلش نمیشد طلا. همیشه چندان نشد و به هر یک تا سوال جواب میکنن. و میگه که یکمش میگه که برای چه طلا بود وای که این قیمت ترین چیز در دنیا، همین طلا را که یک بار پرتافتیش. میگه فرمان شما از طلا به است، شما شوهر من هستید. وقتی که من دیلا دریغ دارم شما این حیات زندگی نمیشد. ایوش که من دیم نشید. بعد گفت که میوشا همتون جواب یگانه همسر من همین است که وقتی که من کمندش کردم نه دنیا را نگه کرد نه پول مال، باید میگه زندگی برپا کرد، زندگی خوب و آسایشته شد. میگه من به امروزه جوانان چی توصیه میکنم؟ امروزه جوانای ما شما چنان یک رفتی زمان میگه وقتی زمان حاضر همه کاراش دست است، پیش از یعنی گرفتن یکدیگر چقدر صحبت ها میکنن، چقدر گپ میزنن. همین صحبت نه بچه ها یک وریانت پیش زنات رو نمیسیدن. وریانت اولش انشاءالله خدا خواهد میگوی کم زنک اگر خدا مناسب نو ما اگر یک جای مشتگی باشیم انشاءالله اولا پای وقت نماز میخونیم. بگوش اگر پای وقت نماز نخوانی من نمیگیرمت. آدزنی ساله گفتن از دنیا کل متاع خیر المتاع دنیا از زوجت سال. میگه پیغمبر دنیا خودش کلش متاع و بهترین متاع متریال، بهترین ناز و نعمت دنیا میگه زنی خوبی فرمان برداری پارسای. یعنی تو بگوش که 5 وقت نماز اول بخون زنک، دویم وقتی که قبول کند میگه دویم حجاب میکنی، به حجاب نمیگردی در کوچه ها. به حجاب هرگز من تو رو نبینم. باید که تو زن حجاب داده شد، این فرض الهیه. الله سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن فرمان میکند پیغمبر زن شد یا کل ازواجک و بناتک بنات المؤمنین. ای محمد اولا زن تا بگو حجاب کنن، بعد از وی دخترها تا بگو حجاب کنن، بعد از وی زنهای مؤمنا را بکن. وقتی که کوچه میبرایم در سرش این فرض الهیه، کسی که این حجاب این کار میکند کافر میشود. این فرمانی یگان مخلوق نیست، فرمانی پیغمبری نازنین دویم درجه میستد. اولین حکم خداست، حکم الله. حکم الله نباید که این طاعت کنیم با شما. وقت نمازاش بخوند حجابش در سرش باشد انشاءالله. با یک وریانت مردم برداشته است. کدام دامله در گلاس خیخنام بردش نبیم که چی دلیل دارد نمیدانم. دلیلش همین که گویا که زن فقط اطاعت شوهرش واجب و پدر و مادر و کپیک. امروزی با شعار از کجا برداشت خلافت انشاءالله. اصلا من چندین صحبت ها نمیکنم کدام در یک دایره شیشتیم در یک دیگر قشلاق این یک بچه همین سخن برداشته است. گفت که باید که زن فقط خدمت کشه کند، همین شوهرش میکند خدمت پدر مادرش نباشه. اما جوان در همون حضور داشته است. آخر باید طاقت نمیتونن این جوان گفت من برادر تو گفتم از کجا شروع گفتن آدم ها یک داملا کلام داملای گفت که فقط خدمت پدر مادر میکنی. من زن من با تو مثال میارم. این پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و آبا و ثلاثه کجا شد؟ پدر و مادرش ما گفت 3 هست. هر یک بچه و دختر 3 پدر و مادر دارن. گفتن این حدیثی صحیح است. یکی پدری که شما را به دنیا میارن، یک پدری که انشاءالله خدا خواهد
دخترش هم است. یک پدری که استاد علم و کسب است، اینا همش برای شما همین معلمای مکتبم استاد میشوند. صاحبه که کنار شما حتی عروس باشدن. امروز در شهرهای روس این کسب و کار همین کافرها شما را یاد دادن، حالا همچون استاد حرمتش میکنی. امام اعظم رحمت الله علیه وقتی که میگه درس میگفت ما به همین مذهب به همین پیشوا داره، در وقتی که میگه درس میگفت میگه در وقتی درس گفتن چندین مراتب بیزواتش میگه ارجاز خیست و شیش شخص معتبر از این انسان هم عالم است هم قاری است همه طرفه جواب دادگی شخص است. خدا خواهد این برادر ما شما فارس زبان است. بین آخر دیدن یک کافر بچه است، یک از کافر دیگه بچه هر باری که در این مدرسه می اومد امام اعظم از جاش میخیست تعظیم حرمت بیان میکرد. گفتن خیلی از داخل نگین کافر بچه باشه داخل اینقدر شما خیسته و شیشته. گفتن مردم همین پدر یزمین من یک حکمت گرفته هستم. اصلا بگی خود الحکمت ولو کافرن، بگیره حکمتاشون اگرچه کافر باشه. همین باید استاد همین دنیاگی تا از قربانش میکنی عزتش میکنی. انشاءالله شما معامله که استاد آیسته آیسته اسلام را قبول کنن، آیسته آیسته لا اله الا الله محمد رسول الله گوش شود. امروز جوانای ما شما همونجا میریم از بد اخلاقی یگان کافر یگان پتروف لا اله الا الله نگفته است. برای چی من اخمقم من میرم فرضش دارم پول شد دستم ماش شد دستم زن شفایب کرده سادم دختر شفایب دارم. این چی معنی داره؟ همین مسلمانی است. عزیزانی اخلاق خدواش فقط پیش محمد نه جواب بدی شرمنده بشی. محمد یگان کافر نمی خیستدار کرد یا یگان ابابکر کرد، عمر کرد، عثمان کرد. و کافرها که یک جای زندگی کردن پیغمبر همسایاش غرد دشمن اسلام یهودا بود. غرد به هوای معامله خوب میکرد. به امامش میگرفت خبرشو میگیرد، همسایگیش نوشو میداد، افغانشو میداد. حتی پیغمبر صحابه رو میگفت که اوقات کنه کمتر آب شمشیر بکنی زیادتر کن یک کاس یک همسایت نبته. این چی معنی دارم؟ معامله خوب که اسلام رو به مشرف میکنه. من وقتی که حیات پیغمبر رو تحلیل کردم باور میکنه 70 فائل اهلی کافرای غرطی ملعونن پیغمبر نازنین با اخلاق و رفتار و گفتار خوبش به اسلام میشرم. این معنی نداره که اسلام این دشمناش ما رو میگه که اسلام با شمشیر شدگیه. کی گفتی نه؟ یا ما همین که من عبدالله که ما الحمدلله دوامی قریب از 90 سالگه فعالیت بشیم قریب 36 سال است. آقای یگان کسا با کاچه تقیده لا اله الا الله گو یگان چه کلش گرفته. این چی معنی داره؟ این دشمنای اسلام شما رو همچون اسلام بام بدوشون بتید. نه اسلام چیز عادی ترین از پیغمبر گفت اینی بویستو لیوتامی ما مکارم الاخلاق. ای مردم من اومدم برای اخلاق مردم خوب کردم پیغمبر شدم. چی معنی داره اخلاق؟ امروز دنها اکل هنر سر کردن خصوص خشتامش کپک نگرفتن. حتی حکایه خوندم یک جوان میگد زن میگیرد شرطنامه همی خیلی میکرد که من فقط خدمت دیتره میکنم، فقط خدمت شرعی کار میکنم. این جوان هم دست خوب شده است بیامل شرعی کار میکنه. وقتی که خانه اومده است گفته است شریعت چی گفته است؟ میگفته است که فقط خدمت دیتره میکنم، من خدمت آپت نمیکنم، عطت نمیکنم. این بیچاره گلنگ میشه میگه زنگ آمد تو برای خدمت همینا گرفتم. آی بیچاره پیرکی هستن اینا مطال یک پیاله چای و افقات یک خاجت بولمدن است و خدمت نمیگن من خدمت در میکنم. بیچاره سرش گلنگ میشد کجا یک پیش مولا میرم پیش یک داملا به محلش یک خدا خواهد عالم بهترین مدرس میرم میگه داملا جان این مسیحتی من یک زن گرفتم من فیرم خوردم زن در وعده کرد که عریف شریعت و من نیمون نهایت خدمت آپت نمیکنم. میگه من چیکار کنم؟ او میگه راهش هست میگه تو سر تگرنگ نکن. چیکار کنم؟ برای گوکی دویم زن میگیرم من خانه تمجیدا میکنم تا عطا من دویم زن میگیرم خدمت عطا پا میکنم. همین شرط همونش من خلافن که معطا بلکم. وقتی که این میآیم میگه پیشی
زنش بیا که زنک شد مسئله حل شد. امروز بالا من خانه تا علایده جدا میکنم، روزگار تا نمی پرتام نگاه میکنم، من دویم زن میگیرم پدر من مردک حضیلت کردم. نه حضیلت کردم من خیلی زهتا پتنگ نباشم اول انینا دوم بعد تو من دیم درجه حساب کن. چون که انینا راضی چون که پدر مادر راضی نباشد خدا راضی نیست. این شرطار امروز زن خدا خواهد بمون زن تبو خدا خواهد انشاءالله کوچه با کوچه نمیگردی، به ناموس نمیشه، به شرم نمیشه، تلفن باز نمیشوی. باور میکنی کدام یک دختر آوردگر از پیش تلفن میگن من از سرتیت نعوذ بالله من ذالک 20 سال 22 روز یک ماه خونه کرده است از پیش تلفن میگه به تلفن زنده که نمیتونم من ای با شو میبرم که من از تلفن خره امروز دیمک تلفن از شوهرش اعلا این بچه تربیت کرده مهم بیچاره مادرش خجالت اون خوشدامنش خجالت اون بچه خجالت این چی معنی دارد؟ تو با تلفن کجا رفتی؟ تو دیمک یکان خصلت داری یکان عیب و نقصان داری که این تلفن تو جدا نمیشنی. این تلفن خوشدامنا شکایت دارن میگن داملادان افقاس دختر رفته است کارش میفرمی این تلفن خالی نیست میگن این چی هست میگه آخی مالش تلفن زمان سازی آخی لیکن وقتی کار نکار شکنن وقتی خدا عبادت حتی از نماز هم میموند این بدبخت تلفن از عبادت هم میموند که همان اینجا شبینم همان آخی چی معنی دارم تلفن باز نشه خواهری جان یگانه یک کاری که خدا خواهد خانه هم اینا مینوی همون تلفانه تشکل و پرتا خدا خواهد سیم کرده این نو بود این مردک نمیفاده که تا همسیر فوتو بچه تاغات و بچه امروز اکثر همین چیزا شیده ساده است نه که این کار از خدا بوده است حیات بازی نیست تو مثل یک گاو نیستی که تو امروز برادر سرباه بفروشه تو دیگر تو انسانی وقتی که حیات میمونی قدم انشاءالله قدم 50 ساله و 60 ساله 80 ساله قدم میمونی یک بازی نیست حیات که تا سربانم با بفروشه تو دیگه آجه تو انسانی تو افتریتیت نشا همین بابا تا پدر مادر تا آب روشه می بردادگی همین تو دختر هستی یا نبرار کاری کنی که فقط گرام و طبیار رحمت دختری فلا چیدن رحمت این تربیت دادگی نخدا خیلی انشاءالله که لعنت میاریم با خودمو میگیریم پدری دختری داملا لعنت گاد من دا بیاید پدری دختری داملا رحمت داد من دا بیاید این تصور کنی هیست کن این بازی نیست حیات زندگی مشقت است جوانان مردم بد اخلاق شد زن دارد با یک لبافنیک پیدا کرده دو محبت در یک گل جا نمیشه و آره نشو من چندین زندارای دو زنها را دیدم چندیناش خدا خواهد امروز گریسته گشته اینش تلفن میکنه داملا من کتی علاقه ندارد من بعد ببیند و ایش تلفن میکنن 2 ساعت بعد داملا جای شوم نگم ندارد اگر این حقیقت میگوید پیغمبر علیه السلام حدیث امام بخاری است رسول الله بالای منبر بود من خود به خود میگه وقتی که علی خاندان مجدگی شد علی ابو گفت دختری من سرتیت من نمیخوام که دختری من از یگان چیز آزار کشد بعد علی زنگ من این گفت گهوره که چشم من راضی نیستم من پیغمبر سر حدیث امام بخاری است رسول الله در کرد دو زنگی امروز دو زنگی گل حواسی نیست همه گفتی فارسا که دو زنگ خدا زنگ همه خدا زنگی اکثرش سرش گفت نه ایش خوندد مثل نمایش و اینش جنگ و اینش جنگ آخر چندین من هر روز سعیدی من از رسیاها از دیگر مملکت ها میبرن داملا نمیشه است بعضی با نوجوان ها دخترها را فن کرده برده در رسیا پرتافته گرفته برفته ساداده است یتش باید که و چشم بابی دیده جاری است دلم رش شد با رسوم میگن آوردم فن کرده میگن نداره امروز به تعام بودم چکا کنم داملا در مگاه کلب کرده میروم آخه ما حیوان نیستیم که میگه آخه ما و نتانیم نکی کار این گل حواسی نیست بازی نیست خدا کنه فرمان نکره امری بنیکای دو کرگی نیست فقط ایزن است خلاص فنکی و ما تابه نکن اگر میگن نتونی میگن یک تزن برای تی کفایه است یک تزن امروز کسه شده یک تزن خونده دوسته شده یک زن پوشونده نداده شده امروز من دیده شده گرفته دوسته سیته در هر برچک پرتافتگی سرسون و سرگردون بعد با فرزندکا با دنیا آمده که تو
گفت اگه با کنت باشه بگی تونی عیدش برا بگی او بیچاره هم سرسون نکه میانده او بیچاره هم خونش نسوزون و به یک آرزو دنیا اومده فقط توی کلنج در کار او دخترش شوهر هم بچه زن دادنش در کار و زنها چی هنر داره دوست چی میآید آخی گفتی فیردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر میشینند در خانه و زاین شیرانی نر کارش همه بابو بیجا کار کنن ای دست چشم امروز تومتی مردم یک دو تا مردی کاری بلد تو پرسید آدم های ایمان داره آدم های نماز خور تعلیمات کنه تومت داره منو بخری میشید مرد زنی خود چه تومت دارد از خدا نمیترسه در کذب نداری حجت من گفتم داری حجت بیار میگه نمیتون حجت آن نامرد گفتم کی کار آخی 3-4 فرزند که بیچاره سرسون و سرگردون کرده این مشکلات بالا یعنی دختردار میدونه بچه دار چیز مترخبه دختردار اینا آزارش میدونه وقتی که نویرش میبیند وقتی که دخترش میبیند میسوزد دختر نداشتگاه گویا که شما در دختر داشتاشی باید میدونی من میدونید مشقت داره یه عذاب باره خدا خد انشاءالله شبا خوابت نمیبرد روی میکنی فکر میکنی اندیشه میکنی باور که بیوه شد یک کس که گفت زدن باور که ضرر میداره با دو بار چه فاملو برکنه جونت میبراید اینا هیست که برادر دختردارا را خار نکه بسیاری دختردارا را خدا خواهد زار نکد دختردارا را مشقت نکه انشاءالله خدا خواهد انشاءالله بتونی که نتونه بازی برم تو هیچ کس مجبور نکه دختری را مجبور رفته گرفتنه تا گرفتن خدا خواهد کلیشت میکنه تا گرفتن وعدهای دروغ هم میکی فلان پیستان خونه من مزه میکرد یک مانشته پرابلم بالای پرابلمش دست است ای بس عزیزانی من این انسان حیات میبره زندگی خوب بسر میبره خدا خواهد انشاءالله و پیغمبر موجیک بود که خدا خواهد 11 زن بردیات و 13 زن خدا خواهد انشاءالله که یگانتش چرکش نمیبورمن یگانتش بالا نمیدونیست پیغمبری نازدین محمد تنده این بازی نست خدا خواهد دخترهای مردم فیلم کنی بعد در نیست فیره برده پرتایشو گریزی بله نامد تن من مرد نمیگم این نامد آدم این اما یک زن خدا خواهد خوشونو پوشونش گبی خوب زن لحظت شیرین که مرمد گو باید که در پای سر برداشتن نگرد یک زن خدا خواهد معامله خوب کردن نمیتونی اون زنها شکایت دارن نه گبی خوب داری نه گبی به کواق دفت کرد تو زن مدرای خدا خواهد گبی ساز نمیزنی دوغ میکنی پلان میکنی همسیب تا میبینی خدا خواهد اوی دهت جمع کرد مستپخ کرد باید گم بزنی خدا خواهد عکسه هیچ کرده گم بزنی نکن زنی بگونه را آرزو خدا خواهد انشاءالله آرزو نکن زنی خود آرزو که خدا داده خدا خواهد من آیلا میدونم که بعدیش محبت زورای باور میکنه که 50 سال تو چرکی خانش نمیده باور که دیده در بازار دیده یک جوانی خوبه مادرش زنک جان اینی سری خیلی گفته است من حواس کردم همون بچه من باور که بعد آملاگیم حواسمون مطلق کرد بچه همین گفت است زنش لب مردگاه چکا کنم و بعد دیگه کسی آرزو نمیکنه دو زن نکن آی مرد دیگه آرزو نمیکنه ما چه لازم ما شیرین نمیکنه ما چه لازم خوب نمیکنیم عزیزانی من حیات بازی نیست این حیات مرکب چیزه من همیوزه دختر نه کلاش 50 میلیون پدر و مادرش بیچاره چیزو چاره کرد برای خورسنده دخترش برای شادی دخترش این 50 در یک ماه تو 50 میلیون دو پرتا چی میشه دی خدا خواهد انشاءالله امروز جامعه میگه زنا فرا گرفت زنا از چی میشود از بیشوهری بیزنی میشود زنا آخری زن چکار نکنن مجبور بالا مافنیک پیدا میکنن وقتی که زنا با وجود میآید غضب خدا بالای قوم و جمعیت میآید اگر میگه در جامعه میگه دو کار با وجود بیاید زنا و پرستش این قشلاق بلا باریدن میگیره خدا را وعده شد الشهر طيب البلدة طيب يخرج النبات بإذنه والذي خبث لا يخرج الا نكدا خدا میگه کدام شهر و دهانه که عرق خور زناگر و دوز و قیمارباز و به نماز و به حجاب بشود در اونجا برای خدا میبارد کدام قوم و جمعیت در اونجا آدمای سالم شد قاریا و عالما و نمازخون و با حجاب و
با تقوا و پرهیزگار و خدا ترس در اونجا رحمتی پروردگار میبارد. خدا میگه من تمام این ناز و نعمت از آسمان و زمین و تو مهیا میکنم. ناموس که عزیز من خدا خواهد در اینجا با حضور دارن حضرت خدا خواهد ایشه سخن میتیم کمتر گریف شدیم. الله شفای کامل تد انشاءالله خدا خواهد با به شما عزیزان روزهای بسیار بسیار صحبت میکنیم. لیکن بخت بیا خواهری جان، البته شوهر در حرمت که انشاءالله خدا خواهد خواهری جان انشاءالله خدا خواهد، یعنی مرد هستی زن تا دوست دار، حرمت که عزت کرد. عمر 20 سال از خلاص، باور میکنم 20 سال از زن گفته ساده تا 40 خلاص. همین 20 سال هم مرد تکره بگی بعد 20 سال بچت کلون میشود، اچت کلون میشود، بعد وقت خواهد پدرها به مادرها جدایی سر میشود، دخترها کلام میشود. ناموس میکنی یک برجک دورمده صحبت کردن. این 20 ساله که ای دست نتی با عشق و با محبت حیات زندگی بر خدا خواهیم. یک مردک تدون تو مرد باشی، یک تا زن تدون، حیات گله، حیات زیباترین خدا خواهد. 20 سال اگر خدا خواهد حیات بری گویا که 80 سال حیات بودی. پیغمبر نازنین 28 سال خدیجه کدی حیات بودگی، پیرکی بود، بیمه بود، لیکن هر محبتی که برای محمد داد بعد همون سال مردگیش پیغمبر نازنین سالی چی اعلان کرد؟ سال خدا خواهد غم اعلان کرد در تمام عالم اسلام. همون سال اما که بیچارش مرد ابو طالب که در دل پیغمبر در دمگه پیغمبر همچون خدا خواهد یک پادشاه پیغمبر اسلام یادم کرد دو بر نزدیکش بود. همون سال ماتم اعلان کرد. ای چی؟ ای خوبی های همه کشو از خوبی های چی؟ همون همسر مبارکش خدیجه رضی الله تعالی عنها. بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنان دنیا در جبان زدگی است که این سالی خفگی است برای من. بین انشاءالله پیغمبر زن دوست می داشت، حرمت میکرد، عزت میکرد. خدا خواهد انشاءالله این کار نکه عزیزی من. خدا خواهد بیا همجا زندگی خوب که با که زندگیت خوب شود، نه رزباچ در کاره، نه اون چسکوهای در کاره، نه رئیس در کاره، نه مولا بدی که تو نروشه که ما بینیام میتکیم ما هم رو مخلص. حتی لقمان یکیم بچه بگی بچه جان میانی دو زن شو ندارم نکوی زن شوتی میشه کلمه دشو مجبور ما میام ادرم زن که میمونه میام مرده که میمونه ای ما خفت درست با دهنش گیزه 100 کیلو مایزه مرون سیاه چکار میکنی خیلی کرد حیات نموده باشی سیری خانه هرگز نبرا. خداوند حیاتی صمیمی مثل پیغمبرها را زنهاش یوسف و زلیخا عطا کنند. خدا مناسب بینم من دیم بار در این خاندان قال الله قال رسول الله سخنی ائمه های دین حاضر به همین بیان دارن که کدام سال بودم خدا خواهد خانه نشستم در این خاندان مبارک اینا اهل ایمان هستند همشو صحبت کردم من دیم مراتب است. با سال دیگر خدا نصیب کنه تو این نبیره تو خداخواد قال الله قال رسول در این خانه بانگ زنه. خداخواد رحمتی آفریدگار رحمتی اولاد و اجداد ما در این خاندان دائم نازل میشد. و آخر دعوانا ان الحمدلله. احمد استاد سلام جماعت از سخنهای دانشین در حیات ما و شما بهترین منفعت می‌دهید سخن کردن آنها باشد. demak ما و شما که در حیات تطبیق کرده عمل کردن با سخن رسول الله پروردگار آیاتش ما قبول هر روز هر موضوع در استادا ما و شما در آیات ها حدیث ها گفتن که پیامبر علیه السلام بلغوا عنی ولو کان آیه ای ما گرچه یک آیت هم باشد رسول گفتگی مضمون در آیات حدیث ها پیامبر علیه السلام گفتن استادا وظیفه‌شو کردن اکنون شما عمل کردن. خب شنیده عمل نکرده که انسان روز قیامت در تگ در جهنم در همونجا پیش دنیا که شما در پروردگار دنیا آفرید شما در جهنم آگاهی میدادگی اصحاب یعنی علما نبود گفتن بعد جهنم میدومدگی انسان ها بدوده که ما سخانه آیا افسانه حس میکردیم برای افسانه نشیدن در حیات تطبیق کردن نشد. این آیت هایی که در حیات ما شما باید موقعش روشون کرد. خب انشاءالله کمتر درباره غیبت کردن صحبت میکنیم. سبب بیشتر در جامعه زنها غیبت کنند. امروز یک جامعه یک انسان یک موضوع کشاید یک در حق یک برادر موضوع تیمه بردارن در یادش اون انسان میشناسیم نمیشناسیم همه اون خود چپر زدگاری شریک چی دسته چخیل که حضرت موسی
آیا شما یک برادر تو یک عورتش کشاده شود، عورت همون برادر را چیکار میکنه؟ گفتم بعد میپشونه میشه یا رسول الله یا رسول الله عورت برادر را پوشیده میمونه. گفتم بعد آخر زمان همه خیلی انسان ها خارج میشه، همه خیلی انسان ها که یک برادر عورتش کشاده شد تمام عورتش هم میکشه میپرده. امروز ممکن همون گفتگی بشارت حضرت موسی علیه السلام در جمعیت ما و شما بود. demak g'iybat harom amali. G'iybat kardن inson bag'iybat kardن خود عرق نوشیدگی گوشت خوب چخیل که حرامه، غیبت حرامه. یک دریانش ایستادگی تصدیق کردگی نم حرامه شنیدن. چخیل که رسول الله اگر شما منکر کار شریعت گرداندگی بینید با دست ها تو با زبان ها تو یا که ایمان ضعیفا با دل ها بد بینید. دیگه حدیث ها موجوده. demek gıybet şinayden बाद ey brother tu خودت havaya dili mi بعد از قپیدیش می یا که دلیل داری می گفته که مضمون اگر سه چهار تا در جامعه خدا ترس انسان پیدا باشه همین خیلی شجاعانه انسان ها پیدا کنه همین گیبت میکرده که انسان ها کم میشه. لیکن صد افسوس که امروز ما روی خاطر همون برادر گپ زده است که گفتن خب شیشته مونده هر گپ زده نه. پیامبر علیه السلام گناه بدید رایتم المنکر فلیغیر اگر کار ناشریع بینه بعد از خود پیش داره گفتم رسول الله. demek برادر این کار ناتوریه خود ندیده چوی گپ زده است گفتم ما شما گفتم شرطه. پروردگار یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ای ایمان آوردگی ها گفته پروردگار ما و شما را خطاب کرد یا ایها الناس نگو انسان ها که پروردگار باردار نشید. مومن یعنی ایمان آوردگی. ای آنانی که ایمان آورده بسیار ای گمان خدا تو نگه دارید. اساسی گناه اساسی جنجال ای گمان میشه. اگه انسان ناتوری گمان میکنه ناتوری فکر میکنه رفته آخر در دل که همون چیز بسیار شده بعد زبان را چیکار میکنه خارج میکنه. در موبایل دیدیم که با گمان ناتوری دلیل به اساس یک انسان حقارت میکنه یا انسان شرمنده میکنه. با گمان ای گمان خدا تو داره گفت پروردگار. البته بعضی گمان ها گناه هست. من در حق اینا انک معلومات ندارم گمان بد کرده رفتن گیرم گناه میگیرم اگر گمان من ناتوری باشه. خبرکشی نکنه یعنی گپو یک مسلمان ها یک جمعیت گوش نکنه در دام ولا یغتب بعضکم بعضا و بعضی ها تو خیبت نکنه. اتحب ان تأکل لحم اخیه میتة فکرهتموه فاتقوا الله. آیا شما نظم میبینه که برادر تو گوش شود در حالت مرد یعنی میته در حالت مردگی برادر گوش خوردن بس شما کریه میبینید از الله تقوا کنید. یک انسان امروز جمعیت ما شما در مال حرام را اگر شنیم الحمدلله از سبب ایمان در شعله ما شما در بدن ما شما بدنش این مال حرام مرده بوده گفته خدا ما میداره نمیخریم. لیکن یک برادری که عموما ما این چیزا در فکرم نمیداشته که جان اگر غیبت کنیم گوشت هوای خورده کردی برابر صحابه اگر غیبت کردن جایز میبود